کدوم یکی از ماشینا بیشتر میپره؟ اولی سمند که 255 متر پرید. آریسان هم رد میکنه 254 تا، تقریبا هم اندازه سمند بود. 207 پشتک زد و 289 متر پرش داشت. پراید 111 رفت توی تابلو 200 متر. KMC 260 متر. بیکان همه رو رد کرد 325 متر. همه رو رد کرد 540 متر. واسه ویدیوهای بیشتر حتما فرید رو سابسکرایب کن.